گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را آزاد کند و برایش جبران پردازد. مقامات تاجیکستان او را به صادر کردن چند جنایت وزین گناهکار دانستند. حامیان حقوق میگویند مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زوراً به تاجیکستان آوردند. او در یک مرافعه پوشیده به 17 سال زندان محکوم گردید. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را مسئول عملکردهای غیرقانونی نسبت به مقصود ابراهیموف نامیدند. آنها طلب کردند که حقوق پایمال شده ابراهیموف 43 ساله پوره برقرار کرده شود. مقصود ابراهیموف 24 ایون سال 2015 با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به یک قطار جنایت از جمله دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی گناهکار دانسته شد. در حالی که مقامات بازداشت غیرقانونی و ربوده شدن ابراهیموف را در روسیه شرح نمی‌دهند، جانبدارانش و حقوقشناسان سازمان ملل پرونده و حکمش را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. در پایان تحقیق نیم قضیه مقصود ابراهیموف، گروه به خلاصه آمده است که این زاده شهر دوشنبه صرف برای فعالیت‌های سیاسیش مجازات شده است. در طلب این سازمان به حکومت تاجیکستان آمده است ابراهیموف باید بلافاصله از زندان آزاد شود. حکومت‌های تاجیکستان و روسیه باید مطابق به قانون‌های بین المللی جبران حبس، بازداشت مخفی و اخراج او را پرداخت کنند و حکومت روسیه تحقیق این قضیه را به راه مانده تمام شخصان مسئول در قضیه ابراهیموف را به جوابگری بکشد.